امشب قدر نوقت کردن؟ احمد جواب نداد. تلفنش خاموش است. پدر زنگ نزدی؟ چیزی برات نگفت؟ هرچی که برای زنگ میزنم جواب نمیده. چرا امشب قدر زود آمده بیادرت؟ چقدرم خوش معلوم میشه شاهزاده بیادرت. چرا امشب قدر زود آمده بیادرت؟ چقدرم خوش معلوم میشه شاهزاده بیادرت. مرضیه اینقدر بیادرت نگو. فقط بگویی که تنها بیادر ما باشه. من از همون شب که سلیم تلفن قطع کرد و احمد مادر رسون تا شب خانه امیدی من ازش کندم. فقط دعا میکنم جانش جور باشه. دیگه امید ازش ندارم. سلامت باشی بچه. سلام پدر. سلام پدر. پدر چرا تنها آمدین؟ چرا احمدم روتون نیست؟ رفت به جهنم. چرا تو میگن؟ مگر احمد چی کرده؟ رضیه دیگه نام از شیطان بی ایمان دغله برای من نگی. من که چند وقت آرام باشم. پدر برای دروغ گفتن. به احمد تهمت زدن، تهمت محض. من احمد خوب میشناسم. حاضر از جان به تما یک قدم از راه راست کج نشه. رضیه چپ باش. چرا اینقدر احمق میشی؟ تو رو چی که از یه آدم پس فطرت دفاع میکنی؟ احمد استادم است. من هرگز مهربانی و فداکاریاشو فراموش نمیکنم.